نوامبر سال 2022 در قزاقستان انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی دایر می شود. برای اشتراک در انتخابات 6 نامزد ثبت نام شدند و معرکه‌های پیش از انتخاباتی آنها علاقه آغاز یافته است. پایگاه خبری تحلیلی خبر آزیا در یک مطلب می نویسد که انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در قزاقستان به احتمال غالب با پیروزی بیچون چرای پرزیدنت کنونیش قاسم جمار توقایف به انجام می رسد، زیرا 5 رقیب در برابر او ثبت نام شده نفران برای جامعه ناآشنایند و تجربه چندانی در عرصه سیاسی قزاقستان هم ندارند. کارشناسان میگویند احتمال اینکه کسی از رقیبان ثبت نام شده توقایف بتواند با او رقابت کند خیلی ناچیز است. بعد از اینکه توقایف روز 1 سپتامبر از برگزاری انتخابات پیش از مهلت خبر داد، 15 نفر نامزدی خود را پیش بری کردند. اسناد 2 نامزد زن ساکن پولشا بالی ماژیتسیا و اینگا ایمونبوی همسر رهبر حزب ثبت نام شده دموکراتی قزاقستان ژانبولات مامای را حتی قبول نکردند. سیاستمدار مخالف امیرجان کوسانوف که در انتخابات سال 2019 رقیب اساسی توقایف بود و 16% آواز گرفت، این دفعه به طور غیر انتظار اعلام کرد که نامزدیش را نمیگذارد. کوسانوف عزم ائتلاف دموکراتی برای پیشبری نامزد دیگر را یک دلیل این تصمیم خود نامید. از طرف دیگر او ریسک تکرار حادثه‌های خونین ماه ینور در صورت پیشبری نامزد قوه اپوزیسیونی را دلیل دیگر برای پس کشیدن نامزدیش نامید. 12 داوطلب باقی مانده اسنادش را به کمیته مرکزی انتخابات سپردند، ولی رسما تنها 6 نفر آنها ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که هنوز به مبارزه سر نکرد نامزدیش گشت سابق معاون وزیر کشاورزی قزاقستان نورجان التبایف بود. او را سازمان جمعیتی مکلمس پیش بری کرد، ولی گروه اعضای این سازمان به کمیسیون مرکزی انتخابات شکایت بردند که گویا نتیجه های آوازدهی دستکاری شده است. در نتیجه کمیسیون نامزدی التایف را پس گرداند. معمار قزاق خیرالله گاب جلیلوف که یکی از مؤلفان طرح پول ملی قزاقستان از جانب اتحادیه قزاقی‌های برون مرزی عصر پیشبری شده بود، به دلیل نداشتن سابقه کار در مقامات دولتی و در بیرون از قزاقستان تولد شدنش ثبت نام نشد. نامزده تاجر و وکیل سابق پارلمان تلگات ارگالیف که از نام اتفاق ساختمانچیان قزاقستان پیشبری شد، با آن دلیل رد شد که تنها سازمان‌های جمعیتی حق پیشبری نامزدی به پرزیدنتی را دارند، نه سازمان‌های صاحبکاری. باز یک وکیل سابق پارلمان اقتصاددان ژوماتای الیف که با پیشنهادهای غیر عادی چون منع ابورت به هر مجرد بعد ازدواج پرداخت کردن $2000 نام برآورده بود، به دلیل زیاد بودن امضاهای قلبکی طرفدارانش رد ثبت نام شد. رهبر سازمان جمعیتی پراکتیچسکای پسیخولوژیا فاطمه بیزاکووا باشد، به سبب نداشتن سابقه کار در مقامات دولتی نتوانست نامزدیش را ثبت کند. بدون شک نامزد اساسی ثبت نام شده پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمار توقایف او را یک باره چند حزب، هم حزب حاکم امانت، هم حزب خلقی قزاقستان و هم حزب اوخجال و با چندین سازمان‌های جمعیتی پیش بری کردند. توقایف برنامه پیش از انتخاباتیش را بر اساس وعده ادامه اصلاحات بعد از حوادث ماه ینور آغاز کرده است و ساختن قزاقستان نو تهیه کرده است. برنامه او از جمله از بین بردن اولیگوپولیا، حکمرانی گروه‌های معدود، از مونوپولیا و رها کردن اقتصاد، بی‌طرفی در سیاست خارجی را در بر می‌گیرد. 5 نامزد دیگری را کم کسی می‌شناسد، زیرا در گذشته نه منصب‌های بلند داشتند و نه عضو الیت سیاسی اند و نه صاحبکاران معروف. یک نظرسنجی تلویزیون خبر در برنامه نارودنی میکروفون هم نشان داد که ساکنان بجز از توقایف درباره موجود بودن نامزدهای دیگر چندان خبر ندارند.